کی است؟ علمای تاریخ اقوال مختلف و دش ذکر میکنه. زیادتر مردم یک کسی که به نام اسکندر ابن فیلیپس است، شاگرد ارسطاطالیس است. او تقریبا 300 یا 330 سال قبل از میلاد زندگی کرده. او را میگه ذوالقرنین است. از اهل مقدونیه که مربوط مملکت روم میشده او بوده. او طور بوده جنگ کرده حمله اهل فارس یعنی ایران. حکومت او وقت که به نام پادشاه دارا یاد میشد، او را زیر تسلط خود آورده، دخترش به نکاح خود گرفته. بعد از او توجه به طرف هند کرده، هند تسخیر کرده، باز طرف مصر رفته، مصر تسخیر کرده که همونجا اسکندریه است و اونجا اقامت گزیده. از او خاطر به نام چی یاد میشه؟ اسکندر، یعنی در اسکندر زندگی کرده. بعضی این را میگه که چی است. اینجا خب باز این قول به خاطر ضعیف معلوم میشه که شرق و غرب میگه چی کرده؟ تسخیر کرده. حالان که ارسطاطالیس اگر شاگرد از او باشه، ارسطاطالیس بت پرست بود و این ذوالقرنین موحد است، چطور شده میتونه که این شاگرد از او باشه؟ از او خاطر دیام شبهه و شک است. بعضی میگه مراد از ذوالقرنین همون تبع از قوم حمیر است. حمیرا اینمی طور چوٹی میکرد مویای خود. در قرآن کریم هم قوم تبع که آمده اونمو مردم است که او اکثرش امی افریقا که ساخته شده. نام اصلیش ابوبکر ابن افریقیش است که رفت افریقا را تسخیر کرده، افریقا را بنایش مانده، به نام از او مشهور شده افریقا. این تقریبا قبل از میلاد 552 سال قبل از میلاد بوده که تا 115 سال قبل از میلاد زندگی و حکومت کرده. دیگه ابن کثیر رحمه الله میگه که ذوالقرنین نام دو نفر است. یکی همو مقدونی است و یک نفر دیگه که اوی که اسکندر اول برش میگه که وزیرش خضر علیه السلام است، در زمان ابراهیم علیه السلام بوده. دوم اسکندر دوم برش میگه که همین مقدونی است که وزیرش ارسطو است و تقریبا 330 سال قبل از میلاد تیر شده. این میگه اونمو ذوالقرنین است، اسکندری است که در زمان ابراهیم علیه السلام و وزیرش خضر علیه السلام است. لیکن این گپم ضعیف به خاطری است که در زمان ابراهیم علیه السلام چطور بوده، در حالی که خضر علیه السلام در زمانی کی بوده؟ موسی علیه السلام بوده و چطور وزیری از او را کرده. از همون خاطر قرآن کریم این را مبهم گذاشته. یک رجل صالح است، اوصافش ذکر کرده، به ما مناسب نیست که دی بپیچیم و نه معلومات کافی از این در مورد نامش، محلش، تاریخ پیدایشش، عمرش. این گپایش برای ما او قدر مفید هم نیست. برای ما مفید است که از کدام نوع اسباب کار گرفته، کدام طرف حرکت کرده، سفر کرده، چی گپا را دیده و چی گپا واقع شده. این برای ما مهم است که قرآن تشریح میکنه، ضرورت به آشیروی نداریم. انا مکننا له فی الارض، یقینا ما قدرت داده بودیم، جا داده بودیم له برای از او فی الارض در زمین، و آتیناه من کل شیء سببا، شخصی بود که داده بودیم برش از تمام چیزایی که مورد ضرورت زندگی از او بود، حمله کردن، حرکت کردن از او بود. سببا اسباب برش مهیا کرده بودم، اما اسبابی که مورد ضرورت مردکه بوده. اینجا الله میگه که من قدرت داده بودم برای ازی. در مورد ازیم مفسرین اختلاف داره که پاچاست یعنی که پاچا نیست. قول راجع است که پاچا نیست بلکه یک شخص صالح و نیک است. میگه و آتیناه داده بودم من کل شیء سببا، از هر چیزایی که مورد ضرورتش بود، سببا اسباب، فاتبع سببا، پس افتاده بود در پی اسباب دیگه، یعنی اسباب مورد استفاده قرار داده بود. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا که رسید در جایی که آفتاب غروب میکرد، یعنی در نظر ظاهر، وجدها یافتمی آفتاب تغرب که در نظر از یا غروب میکنه، فی عین حمیات، در یک چشمه سیالای، و وجد عندها یافت پیش اینمی عین حمیه، یعنی امو سیالای قوما یا قومی را. قلنا الله میگه ما اختیار داده بودم به ذوالقرنین و فرمان دادم که یا ذوالقرنین اما ان تعذبه، یا تو عذاب میدی در صورتی که یا نافرمانی میکنه، و اما ان تتخذه، یا است که تو جور میکنی میگیری فیم در بینشان حسنا، روش نیکه، دعوت میدی قومه. قال اما من ظلم، الله میفرمه خو ذوالقرنین میگه هر کسی که ظلم کنه، راه شرک اختیار کنه، فسوف نعذبه، زود است که من این را عذاب کنم، ثم یرد الی ربی، بعد از او باز گردانیده میشه به سوی پروردگارش،
فیعذبو پس الله عذاب میده ای طور کسا عذاب نکرا عذاب ناشنا عذاب الله برش میده. یعنی الله خو اختیار داده آلی من اینمی اختیاری الله را این قسم فیصله میکنم که کسی ظلم شرک میپذیره در شرک میه دیگه اینی طور کارا را اینی طور معامله را قطعش میکنم. و اما من آمن هرچی کسی که ایمان میاره و عمل صالحا نشاندهی ایمان خود توسط عمل صالح میکنه فله به طور مرده که جزاء الحسنى پاداش است که بهتر پاداش آن چیزی که در امکانات ماست در دسترسش قرار میدیم. و سنقول له من امرنا زود است که ما بگوییم برایشان من امرنا یسرا از امور خود آسانه یعنی وارا مکلف به اموری دشوار نمیسازیم آن چیزی که سهولت و آسان است برش فرمان میدیم. ثم با سبب بعد از در پی اسباب دیگه شد یعنی وسایل دیگر را پیدا کرد که دیگه طرف بره حتی اذا بلغ تایی که رسید مطلع شمس در وقت جای طلوع آفتاب در نظر ظاهر برش معلوم میشد وجدها تطلع یافت آفتاب که طلوع میکنه علا قوم بالای قومی که لم نجعل لهم نگردانیدیم برایشان من دونها پیش آفتاب سترا کدام پردره کومو وجود نداره. آفتاب که همی اول طلوع میکنه سری مردم میخوره دشت است. کذالک واقعا این امی رقم است و قد حطنا بما لدیه یقینا ما احاطه کردیم با آن چیزی که پیش ازی بود خبرا از نگاه خبر کل خبرها را الله میگه ما آگاهی داریم. ثم با سبب بعد از در پی اسباب دیگر شد وسایل دیگر را پیدا کرد حتی اذا بلغ بین السدین تا که رسید در بین دو صد یعنی دو کو وجد من دونهما قوما یافت من دونهما او طرفی از او یا پیش روی هر دو کو قوما یا قومی را لا یکادون قریب نبودن یفقهون که بفهمه قولا گفتار یا سخن ذوالقرنین چرا او قوم دیگه بوده. قالوا یا ذوالقرنین توسط ترجمان گفتن که ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج دو قوم که یاجوج و ماجوج است مفسدون فساد کننده فی الارض در روی زمین است فهل نجعل لك یا بری تو بگردانیم خرجا مزدو پاداش برات بدیم پیسره علا ان تجعل که تو بگردانی بیننا در بین ما و بینهم در بین قوم یاجوج و ماجوج صدا یک بند جور کو که ما دیگه آرام شویم. یاجوج و ماجوج از جمله علامات قیامت است علامات کبرای قیامت قوم فاسد است که میایه کلی مردم قتل کرده رایسته حتی تا این اندازه مفسد هستند که طرف آسمان هم مرمی را فیر میکنه وقتی که مرمی پس میایه رنگ از خون میباشه باز میگه اهل زمین خو مکمل از بین بریم اهل آسمان هم از بین میبریم. الله متعال برای امتحان امو مرمیشان پس قطع خون آلوده پایین میکنه خوش میشه که اهل آسمان هم از بین بردیم. قومی است آنقدر کثیر است که قرآن کریم توصیفش طوری میکنه که وقتی میایه سری کو تپه میایه تو میگی تپه و کو روان است از دستی که نفر پر است نفر خود حرکت است در نظر آدم میاد که کو حرکت کرده این قدر زیاد میباشه و تا میشه آبا را میخوره هیچ آب باقی نمیمانه این قدر زیاد هستن. از امو خاطر یا فساد در روی زمین میکنه. باز بعد از او که مهدی و عیسی علیه السلام از دستی از یا میگریزن بعد از او دعا میکنن الله متعال یک قسم چیست هوا را روان میکنه ارسال میکنه روان میکنه که کلی از یا میموره و لاش تا هر جای افتاده میباشه. میگه زمین یک دم پر از مرده های از یا میباشه مردم تنگ میشه. باز دعا میکنن عیسی علیه السلام و مهدی که یا الله ای را چه قسم از بین ببریم دور کنیم. الله متعال یک قسم چیستا مرغای کلان پیدا میکنه که مرده های از یا را در چی پنجال خود میگیره در نولای خود و میبره در بحر قلاج میکنه. الله متعال باز بعد از باران میکنه کل زمین ششته میشه. یکی از جمله علامات قیامت آمدن یاجوج و ماجوج است که سبب فساد روی زمین میشه. کی هستن یاجوج و ماجوج؟ از قوم نوح علیه السلام است از یکی از بچه‌هاش در سلسله نسبش. اما کی است در کجا است در این مورد بسیار اختلاف شدید است. کسی همو کدام دیواری چینه که میگه اونو را یاد میکنه لیکن غالب است که نه در کوی قفقاز که میگه که در عربی او را کوی قاف میگه در اونجا دو کو با هم پیوست شده و اونجا بندی وجود داره. دیوار چین خو از گل است او اینجا خود قرآن که ذکر شده از مس گداخته شده است و در زمان پیغمبر علیه السلام هم یک روز ویل للعرب پیغمبر علیه السلام گفت هلاکت برای عرب باشه به خاطر که از اونمو بند یاجوج ماجوج
انگشت خود اینطور حلقه کرد که اینی قدر سوراخ شده، قریب است که چی میشه؟ داخل میرسه. اینی را پیغمبر علیه السلام گفته بود که در زمان پیغمبر به اندازه حلقه انگشت سوراخ در دیوار شده، در غیر از او و بالا شده نمیتونه، او طرف بند است. یک تعداد علما و مفسرین میگه قوم تاتار که حمله کرد اینجا فسادا را کرد، مردم قتل کرد، اونمو هستند و وارستیان بعد از کوها قرار داره. لیکن این را تعیین مشخص کسی کرده نمیتونه. کدام صفاتی که در حدیث و در آیت برای از ما ذکر است نخواد در این قوم موجود باشه، الله خود میدانه، ما تصدیق میکنیم که همینطور قوم موجود است و یکی از جمله علامات قیامت هست. قال ما مکنی، امی قومی که در دم روی امی یاجوج ماجوج است مطالبه از چی ذوالقرنین کرد، دید که امکاناتی وسیع داره، از او خاطر گفت ما برات مزد میدیم لیکن ما را نجات بده. آل ذوالقرنین چی میکنه؟ بله، رسیدن به داد مظلوم یکی از جمله شیوه های پادشاه های مسلمان و منصف و با عدالت است و هر جایی که مظلوم میبینه که در خطر است امو خطرش دفع میکنه. امروز پادشاه را ببینه، پادشاه را که چی دونجا تو جان میدی یک دفعه سلامی تم کسی و علیک نمیکنه، عریضه تم بر از او سالا نمیرسه. عجیب است، اوجا اوطور نبوده. قال ما مکنی فیه ربی، ذوالقرنین میگه آن چیزی را که مرا قدرت داده ده او ربی پروردگاری ما، یعنی دسترسی داده مرا، امکانات مهیا کرده، خیرون بهتر است، هیچ ضرورت به پول و پیسه شما ندارم، فاعینونی مرا کمک کنه، بقوت به قوت بازویتان، به دکار اجعل بینکم که بسازم در بین شما و بینام در بین قوم یاجوج و ماجوج ردمن دیواری محکم، آتونی بیاری برم از زبور الحدید تخته های آینی را، حتی اذا ساوت تایی که وقتی برابر شد بین الصدفین در بین دو تپه، قال انفخو گفت یعنی علی بدم شما آتش سرش تا که ذوب شوه، حتی اذا جعله نارا تایی که وقتی گردانید یک دم آتش، قال آتونی بعد از او گفت که بیاری برای من مثل افرغ علیه که بریزم علیه بالای همی دیوال تخته های آنین در بینشان محکم شوه، لم شوه، لم افرغ علیه که بریزم بالایش قطرا مثل گداختره، فمستطاعوا پس توان مندی نداره یاجوج و ماجوج یظهروا که بالا روان، یعنی دسر براین از دستی لشمیش، و مستطاعوا له نقبا و توان مندی نداره برای ازو که سراخ کنشه. قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین وقتی که دید که الله متعال به دستش یک خدمت بزرگ انجام داد، سینه خود نمیزنه، مهارت خود اعلان نمیکنه، خود قهرمان و طوفان معرفی نمیکنه، میگه ای رحمت پروردگارم است. الله اکبر، درس عظیم است یا نه؟ ماستیم که 2 رکعت نفل بخوانیم، آلی در کلکین سعی میکنیم که جبریل امین وحی را باید بیاره برام. چی کردیم؟ مردمان خدمات بزرگ انجام میده، باز میگی رحمت الله است. ما چیستم؟ رحمت الله است. قال هذا رحمت من ربی، رحمت از پروردگارم است. فاذا جاء وعد ربی، زمانی که بیا وعد پروردگاری ما، جعله دکا میگردانه ایره ریزه ریزه هموار میکنه، و کان وعد ربی حقا، وعد پروردگاری ما درست است، همی کار میشه، هیچی تو روی دیوارا باقی نمیمانه. و ترکنا بعضهم، ما گذاشتم بعضی از یارا، یوم زنده و تو روز یوم جو که در میامیزند، قطی و قط قله میشه، فی بعض در بعضی دیگرها، و نفخ فی سور دمیده میشه در سور، فجمعناهم جمع میکنم، جمعا به جمع کردن کل انسانیت، و عرضنا جهنم یومئذ، 2 نفخه است، یکی نفخه اول که صعق و مرگ میه، بیهوشی اول سری مردم میه، باز کلگی میمونه، و نفخه دوم سبب جمع شدن و زنده شدن است، اسم نفخه دوم است. و عرضنا جهنم، پیش میکنیم جهنم یومئذ در روز، للکافرین برای کافرها، عرضا پیش کردن، پیش رویشان میاریم که ببینه دلشان خورده شوه. الذین کانت اعینهم، کدام مردما؟ همون مردمایی که بود نظرایشان، چشمایشان، فی غطاء در پرده های کفر، حسد، ضد، عناد، اینی که پا بود، عن ذکری از قرآن کریمی ما، یک روز در قرآن ننشستن که احوال قیامت برشان قسم شد، یکمی میترسیدن، و کانو بودن لا یستطیعون سمع، توان مندی شنیدن قرآن نداشتن. چرا؟ الله اهلیت برشان نداده بود. چرا نداده بود؟ به خاطری که خودشان نخواسته بود، انابت نداشتن.
افحسب الذین کفروا، آیا گمان داره کسانی که انکار کرده از توحید الله، ایتخذو که جور کنه بگیره عبادی بندگای مرا بندونی بغیر از ما اولیاء متصرف و کارساز، والا کارساز و مشکل کش حاجت رو بری خود جور بکنه. انا اعتدنا، یقینا ما تیار کردیم جهنم للکافرین، برای کسایی که انکار از توحید الله میکنه، نزولا جای میمانیشان، او جای میمانیشان باشه، میمانی میشه. این خود این تحکما میگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هل ننبئکم، ما شما را خبر بدم بالاخسرین اعمالا، با کسی که از نگاه عمل سخت خساره‌مند شده، تاوان زیاد کرده. کدام مردم است؟ الذین ضل سعیهم، مردمایی که گم شده سعیهم، کوشش و محنتشان مکمل از بین رفته، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و هم یحسبون، در حالی که یا گمان میکردن، انهم یحسنون صنعا، که یا خود کارای نیک میکنه یا بسیار توانسته. چرا؟ در دنیای کارا را کرده، گمان داشتن که ما کارای نیک کردیم و کلش برباد شد. چرا برباد شد؟ بدعتا را کرده به نیت سنت، شرک انجام داده به نیت توحید، از او خاطر کل زحمت و محنتایشان چی شد؟ در باد هوا رفت. اینی طور است. الله رحم بکنه. امروز همون گپاس یعنی حجا میکنه، زکاتا این روزا را در این روزای دراز میگیره، اما مشرک است، کل اعمال نیکش برباد است. اینی مردم سخت توانیست. چرا؟ کل عمر محنت و زحمت بکش، آخرش هم هیچ چیز در دست نبیه. اولئک الذین، مردمایی است کفروا بآیات ربهم، که انکار کرد از دلایل توحید پروردگارشان، و لقایی، از روبرو شدن، ملاقات کردن با امرای الله، عقیده با آخرت نکردن. فحبطت اعمالهم، تمام اعمالشان برباد شد. فلا نقیم لهم، ما قائم نمی کنیم به این طور مردما یوم القیامت، در روز قیامت، وزنا، یک ترازو را برش قائم نمی کنیم. چرا؟ اعمالش هباء منثورا شده. ذالک جزاهم جهنم، اینمی این طور مردما جزایش جهنم است، بما کفروا، به سبب انکار کردنشان از دلایل یکتاپرستی الله، و اتخذوا، آیات جور گرفته بودن آیاتای مرا، احکام قرآن یا دلایلی که برای آخرت و رسول پیغمبرای مرا هزوا و مسخره، ریشخند میزدن. میگه این چقدر بیکار است، دیوانه است. شما هم که در ترجمه میگه زیاد مردم میگه چقدر بیکار مردم است، چقدر دیوانه مردم است، دکان ایلا کده، کار ایلا کده، میره در اونجا. تبلیغی ها هم مردم بیکار مردم میگن. خود تبلیغی ها یک تعدادش بیکار است، راستی حقیقت داره، خود یک تعدادش نه، کلگی اکسان نیست. ان الذين آمنوا، یقینا کسایی که ایمان آورده، یعنی عقیده توحید و یکتاپرستی الله را پذیرفته، و عمل الصالحات، به مقتضای توحید خود عمل درست انجام میده، خاص برای الله به نقشه رسول الله، کانت لهم، هست برایشان جنات الفردوس، باغای فردوس، نزولا، جای میمانی، خالدین فیها، همیشه میباشه، لا یبغون، طلب نداره، عنها، زمی جنتا، حوالا، برگشته، هیچ نمیخواه که دیگه طرف بره. الله نصیب ما و شما بکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر بحر رنگ شوه برای کلمات پروردگاری ما، و قلما نوشته کنه بزرگی عظمت الله را، چی شان الله را، لنفد البحر، ختم میشه بحر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از اینکه کلمات پروردگار ختم شوه. کدام کلماتی که به ستایش الله گفته میشه این ختم شوه، بحرا ختم شوه، خود ستودن الله متعال ختم، الله امو قدر لایق ستایش و ستودن است. ولو جینا بمثلی مددا، اگرچه ما بیاریم به مثلی بحر مددا، در کمکی بحر دیگه بحرام بیاریم، الله عظمت و بزرگی و حمدش تمام نمیشه. اینقدر الله باید ستایش و تعظیم شود. امروز در سر در ذکرایشان چیسته؟ نتی پیر صاحب است، نتی پیر صاحب است، یک جای عظمت الله بیان نمیشه. قل بگوی پیامبر علیه السلام انما انا بشر مثلکم، من خو یک بشر هستم به مثل شما، یک امتیاز بالای شما دارم. کدام است؟ یوحا الی، وحی کرده میشه به سوی ما بسیار مطالبی که سبب نجات شماست، لیکن در سر امی کل مطالب و کل احکام که یقینا سبب نجات عمده است کیست؟ انما الهکم اله واحد، ذاتی که قابل پرستش و بندگی است یک الله است، کسی دیگری همراه شریک نیست. فمن کان یرجو لقاء ربی، کسی که امید داره ملاقات پروردگار خدا در روز قیامت،
که امرای الله سرخروی روبرو به امرای الله شوه. فلیعمل عملا صالحا، عمل درست انجام بده، عملش خالص برای الله باشه، عملش مطابق نقشه رسول الله باشه. اگر یک شرط این دو شرطان نبود عمل صالح نمیشه. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، شریک نکنه در عبادت پروردگار خود. اگر نظر است، اگر دعاست، اگر قربانی است، اگر ذبح است، اگر تلاوت است، اگر نماز است، حج است، زکات است، جهاد است، هیچ کسی را شریک نکنه. احدا، هیچ کسی را، نه پیغمبر، نه ولی، نه جن، نه انس، نه ملک، هیچ کسی را شریک نکنه. اینی آدم دیگه کامیاب است. الله نصیب ما بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.